سلام آقا پسرای خونه دار، بریم با هم دیگه خرید کنیم. بچه این نونا رو لیدل داره، قشنگ مزه نون بربری ایرانو میده. نمیدونم چرا نون بازی به این خوشمزگی خیلی پیدا نمی‌کنی همه جای آمریکا. با حالی که با آرزوت رسیدی بالاخره. خب 4 تا این نونا برمی‌داریم پسرا. من نمیدونم این جلدش بود یا اون. 4 تا بسته، حالا 5 تا. بعد این نونا شهر خوشگلی. من این نونا رو که بینم یاد کارتون چیز میفتم، هایدی بود، چی بود توی اروپا بود، از این نونا میپخی یارو. برمیگیم میریم سراغ بادمجون، چون قراره که میرزا قاسمی درست کنیم. ببین اینجا قشنگ پیازا رو جدا میکنن. مثلا این سویت شیرینه، ولی تو ایران همه اینا رو داریم، ولی هر دفعه یارو یه مدلشون میاره. یه بار قرمز میاره بهش میگم پیاز تبریز، زردا رو میاره ارزونتره معمولا تو ایران. حالا ما کدوم برمی‌داریم؟ ما پیاز تبریز برمی‌داریم. بعد پیاز هم باید چجوری بخری؟ هر چه ریزتر بهتر، خراب نباشه. آفرین. حالا میریم هم تو جلوتر، کمبوزه با خیار میاد، بزکی نمیر بهار، بادام جان. عجب بادام جانیه، کتا کلوم دیگه. بادام جونه یاد بادام جون دونه ایه، $1.50. من مامانم اینا ایرانن دیگه، خودم رو داشت بازی کنم. ببین یه چیز خیلی زشتی که اینجا هست، خیارای اینجوریه. اینو تو ایران اگه همچین دکوری برای خیار بذارن، مطمئنم که همون ثانیه اول کلی جوک براش درست میکنن. خیلی زشته، ولش کن. اینا به اینا میگن پرژن کیوکامبر، خیار ایرانی. تو بعضیش مینویسه، بعضی جاهاش مینویسه، حالا این نه چون ننوشته، ولی اون پرژناش خیلی باحاله، خیلی هم خوشمزه است. خب میریم سراغ چی دیگه بخوام بیان خوردنی دوچرخ کرده برای یه غذای دیگه. حالا برای غذای امروز نه. یه چیزی که تو آمریکا و کانادا اینا هست، تو هر فروشگاهی که میری اگه اون محصولاتی که برند خودشون رو برداری 2 برابر ارزون تره. الان این چیپس $1.95 در صورتی که چیپس همین سایزی قیمتش یه چیزی حدود $5 $4 نیم اینطور است. البته این پنیریه، حالا بعدم نیست، سادهش اونجاست. من خیلی چیپس دوست دارم خدا. بعد امتیاز خریدم روی اون چیزایی که برای خودشونه بیشتره. این فروشگاه اروپایی توی آمریکا خیلی معروفه. خب پشته آقا اینقدر پسته ندین دست مسافر بیاره، به خدا اینجا هست، خیلی هم ارزونه. نگاه کن چنده مگه. حالا من چون میخوام بادمجون رو کبابی کنم، اینا مخصوص همین کاره. میذاری رو آتیش، بادمجون میذاری روی این، خیلی خوب میشه. ببین برای فکر همه جا رو کردن. چون میدونم دوست داریم، من خودم که ایران بودم یکی که میرفت فروشگاه رو نشون میداد، یعنی دکتر توحیده ها، من نگاه میکردم حال میکردم. ببین اینه چاییه، چای سرد، اینا عاشق چایی هن. منم دوست دارم. آریزونا هم جدیدن داره آبجو هم میزنه، خیلی چاییاش خوبه، خوشمزه است. میتونیم از اینا هم بخریم، اینا بهتره. توی یخچال میذاری اینا تگری میشه، جوابه ها.
سویتی. اینا چینی ها خیلی دوست دارن این گله رو. نمیدونم چیه ولی خیلی خوبه اینا. بعد ببین بچه مدرسه یا میمیرن برای اینا جی انرژیزه های اینجوری. اصلا اینا خوراک بچه مدرسه یاست. خوبم نیست دیگه، بچه هایپر میشه میخوره. ولی بچه ها هم با همکلاسی هاشون نگاه کنن دیگه، این خر اینا میخورن. مثلا یارو بود که میگفتش که این چه صدا یخونن، همسایه بغلی میگفت این مال کیه مثل خر. ببین معمولا آب لیمو طبیعی هم میخرن، ولی اینم تیری که بدی نیست برای غذا. این موقعی آدم حوصله نداره به چلونه لیمو رو، ولی داریم فکر کنم یه نصفه خیلی مصرف نمیکنیم. فروشگاه خیلی همه چی نداره این هم که اصلا. خب یه بسته فیله برمیداریم ولیو پک، همین چیزه، قیمتش خوبه الکی دیگه. حالا این فیله توی افرایر خیلی خوب میشه. انواع پنیر، سوسیس و کالباس هم که اینجاست. ما سیرم یادم رفت باید بردیم. ساسیج اینا خوبه، اینا خوشمزه است. اینا مخصوصا اگه یه چند درصدی هم پورک داشته باشه، چون چربی پروداکت آف کانادا تو کانادا هم درست شده. این چون چربی خوک خوبه، اینا که توش یه مقداری پورک داشته باشه خیلی خوش خوراکه. اینا دیگه اینجا نوشته چون چرب گوشت خوک خیلی خوشمزه است. ببینیم بیکن واقعی تو ایران الکی کالباس رو برام دارن میگن بیکن همون گوشت باید اسلایس شده باشه، حالا یا مال خوکه یا مال گاوه، که بیکن گاوی خوشمزه تر از خوکیشه. چرا؟ چون خوکیش انقدر چربیش زیاده همه شب بین میره. پریمیوم بیکن نوشته دیگه، این اسموک شده است، یه جایش نوشته این فکر کنم مال خوک هستش. آره گاو باشه عکس گاو روش میزه. این چقدر خفنه جان. آخ یه چیزی هست، این نونایی که اسلایس شده توش کشمیش داره، یه خورده هم شیرینه، اینقدر خوشمزه است نگم براتون. تخفیف هم خورده شده $4.99. این تهشه دیگه، یه خورده توستش بکنی بهشت. حالا سیر کجاست؟ به نظر این کاهو ماهو اینا شسته شده هم هست. اینا رو بامیکا داره تو ایران. بامیکا اینجا خوبیش اینه که رطوبت هوا بالاست، هر چقدر که سیر بخوری تا یارو نزدیکی تو دهنت بوشو نمیفهمه، یعنی بوش کسی رو اذیت نمیکنه. آی گارلیک دی بکنم همون نوشتم. این تو آمریکا همیشه ای سال همه میوه‌ای هست. نکن اینا شبرنگ میگن چی میگن تو ایران. خرابکاری کردم. خیلی هم خوشمزه است، ولی من اصلا اهل میوه نیستم زیاد. مثلا مامانم باشه میخره، اونو که نیستم. مثلا زردآلو رو ببین، ته زردآلو اینا از کالیفرنیا میاد معمولا یا از فلوریدا. همیشه یه سال هم اینجا میوه هست. مثلا این الان پاپایا چند $1. حالا تو ایران اینا لاکچریه دیگه. ایشین این که گلابی آسیاییه، چه باحال قیافش. انبه 69 سنت. هانی منگو یعنی دیگه خیلی خوشمزه است، خیلی شیرینه. 69 85 سنت. خرما ببین
اینجا همه چی هست، یعنی امکانه فقط لیمو شیرین خیلی کمیابه. ببین لامصب انگور داره، به خدا باید با چایی بخوری انقدر شیرینه. اینا همه بکن اینقدر ارزونه. من هم تو ایران مردم فکر میکنن اینا خیلی فوق العاده چیه. این چیه؟ گلدن بری. حالا این چه بریه نمیدونم. این گلدن بری تا ندیده بودم، همه بری دیده بودم. بیا سویت کارولاین بلک بری، یکی بلو بری، 500 مدل بری. بیا گیلاس رو بره. آلوالو هم کمه، خیلی هست ولی کمه. باید بدونی بعضی فروشگاه ها میارن. اینا میگن برای خانمای پیج. خب این سی رو ما پیدا نکردیم. یه چیز جالب که نمیدونستم، پروتئین ایزوله داره، مال خود ایلیدله، بعد قیمتش $20. خیلی خوبه. این هم چیز پدیده ایه. این مارک ماسل تکش یا چیزای دیگهش $28، $30، $35، $6 اینطوراست. تا $68 هم ایزوله رو میفروشن. من دیدم برندهای دیگه. بستگی داره، مثلا یکی چوسی زیاده، تبلیغ زیاده، این هانی رامبو گرونتر میفروشه. مثلا یک کسی مثل این اصلا تبلیغات نداره، ارزونتر میفروشه. بعد از اینجا فروشگاه کوچیکه ها، این مثلا 1/8 فروشگاه بزرگ مثل والمارت و شاپرایت هم نیست. پیتزای آماده هم داره، میتونیم هم بگیریم. ببینیم پیتزا چی داره. موشمک اینجا عاشق یخمکن. یه چند تا پیتزا هم برداریم، یه دونه از این برداریم. مارگاریتا دوست ندارم. این کتاکلفت خیلی باید تو فر بمونه. اینم بیبیکیو چیکن. دوتا هم بسته بود، چون پیتزا اینجا خیلی معده رو میریزه به هم. در حد مزه بازی خوبه شب با ویسکی بزنیم. بسه؟ آره با بسه. برای یه توک زدن خوبه. همینطوری خریده ها. مثلا من بادمجون بخرم فقط. بعد یه چیز بعدی که هست اینجا دیگه کیسه نمیدن باید دیگه. باید کیسه بخری. هر دفعه من میخرم. نمیدن کیسه. بعد بریم همجور بریزی تو ماشین تا کیسه نداشته باشی. کیسه پلاستیکی ندارم. وقتی من اینقدر این پلاستیک نیست. مسخره بازی دیگه. خب اینا شد $82. همین یه توک زدن. پس همه چی رو با ایران مقایسه نکنی لطفاً، چون هیچ ربطی نداره. الان همین این تو ایران میشد 9 میلیون تومان. حالا خب نمیشد که یه چوسه. نهایت تو ایران به ترکی میشه 2 تومان، 2.5 مثلا. دیگه خیلی بخواد گرون شه خارجی بخری همه رو.